ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه‌ای کمی نیست و جداً ما رو عزادار کرده. من با این که این فضای عزای عمومی است در کشور و به معنای واقعی کلمه عزاست، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره.